سلامت باشید. پیش از همه عملی گردیدن این مقصد نیک، این هدف نیک از فعالیت همه ما شما و مسئولیت بلندی ما از پرزیدنت سرکرده، حکومت مملکت، وکیلان محترم، پارلمان، خب تمام ساختارهای مقامات دولتی و مردم وابستگی کلان دارد. سیاست پولی و قرضی برای نائل شدن بر روش استوار اقتصادی در سمت تامین استواری قرب پول ملی، بلند برداشتن پرداخت پذیری و اعتمادناکی نظام بانکی، تامین فعالیت ثمرناک و بی‌خطری نظام پرداخت‌ها روانه کرده می شود. در 10 سال اخیر شماره بانک‌ها و تشکیلات‌های مبلغ‌زاری خرد از 17 و 138 و شماره میزاجان آنها از 524,000 تا به 2,900,000 رسیده است که این نشان دهنده ها در مقایسه با 10 ساله پیشین متناسباً 8 و 5.5 برابر زیادند. باقی قرض‌های داده شده در این دوره از 377 میلیون سامانی تا 3 میلیارد و 270 میلیون سامانی یا 32 برابر افزوده است. سالهای اخیر قرضی خرد به سمت نوی مناسبت‌های قرضی تبدیل یافته. در 5 سال اخیر 3 برابر افزایش یافته است. دستاوردهای مذکور نمی‌توانستند که بدون افزایش و تقویت ذخیره‌های مالیوی بانک‌ها میسر گردند و قابل ذکر است که یکی از عامل‌های مهم این افزایش استفاده ثمرناک سرچشمه‌های داخلی، پس‌اندازهای مردم و تشکیلات و کارخانه‌ها میباشد. در این دوره همه پس‌اندازها بیش از 32 برابر زیاد گردیده. در آخر سال 2010 مبلغ 3.3 میلیارد سامانی از جمله پس‌اندازهای اهالی 1.5 میلیارد سامانی را تشکیل کرده. نتیجه همین است که امکانیت مالیوی تشکیلات‌های قرضی وطنی بلندتر گردیده. آنها به میزاجان قرض‌های بیشتر پیشنهاد نمودند. تنها در سال 2010 حجم عمومی قرض‌های از جانب نظام بانکی داده شده و 5.5 میلیارد سامانی رسیده است که این رقم نسبت به 5 سال پیشین قریب 3 برابر زیاد است. جلب میزاجان و مشتریان به نظام بانکی نیز با استفاده از شکل‌های گوناگون خدمت رسانی افزایش نظررس را صاحب شده است و در مجموع در طول 10 سال اخیر بیش از 5 برابر افزایش یافته است. در این دوره ما اصلاحات نظام بانکی را ادامه داده، زمینه معیاری و حقوقی آن را با طلبات معاصر مطابق نموده ایستاده‌ایم. حالا قانون جمهوری تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان در تحریر نو و دیگر قانون‌های ساحوی در بررسی مجلس عالی قرار داشته، تکمیل قانون‌های دیگر بانکی نیز در نظر است. ولی با وجود این همه در فعالیت نظام بانکی و قرضی هنوز هم کمبودی و مشکلات معین موجودند که برای برطرف نمودن آنها و اجرای وظیفه‌های در نزد بانک‌ها قرار داشته باید چاره‌بینی‌های زیرین عملی کرده شود. تأمین ثمرناکی سیاست پولی و قرضی با مقصد نگاه داشتن تورم در سطحی از جانب حکومت تاجیکستان معین شده، تأمین استواری قرب پول ملی و تشکل منبع بازار اسعار، جلب باز هم بیشتری ذخیره‌های قرضی و در این اساس زیاد نمودن حجم عمومی قرض‌های برای رشد صاحبکاری خرد و میانه، خصوصاً صاحبکاری 30 ساله داده شونده. ادامه دادن سیاست تأمین استواری مالیوی و تشکیلات‌های قرضی و وسعت فعالیت آنها با راه تکمیل دادن شرایط برای جلب واسطه‌های آزاد پولی اهالی، بهتر کردن صفت خدمت رسانی بانکی و ساده و شفاف نمودن ترتیب انجامدهی آن.
ساده کردن نظام قرضه‌ای با مقصد دسترسی هرچی بیشتر مزاجان و ذخیره‌های قرضی و زیاد نمودن مبلغ قرض‌های دراز مهلتی برای رشد صاحبکاری استحصالی وطنی داده شونده. با مقصد دستگیری بخش واقعی اقتصادیات و مساعدت به رشد صاحبکاری خردمیانه، بانک ملی و بانک‌های تجارتی باید حجم و شماره قرض‌ها را در این سمت افزون نموده برای دسترسی هرچی بیشتر مزاجان با ذخیره‌های قرضی چاره‌های ضروری اندیشید. در رابطه با این، برای زیاد شدن شماره بانک‌ها و تشکیلات‌های دیگر قرضی در کشور و بهتر گردانیدن صفت خدمت رسانی، باید سندهای معیاری و حقوقی دخلدار تجدید نظر کرده جهت بهبودی فعالیت آنها شرایط مساعد فراهم آورده شود. اینچنین برای زیاد نمودن قرضی خرد در ناحیه‌های دوردست کوهستان چاره‌های علاوه اندیشیده شود. ما مخصوص برنامه داریم برای دستگیری صاحبکاران ناحیه‌های دوردست کوهستان. 3 سال باز عمل شده این سال است. من تاکید میکنم برای تمام بانک‌ها، چه بانک‌های تجارتی، بانک دولتی امانتگذاری، هر سال ما باید حجم قرضی را در این ناحیه‌های دوردست زیاد گردانیم تا توانیم فعالناکی شهروندان دوردست کوهستان را نیز به اقتصادیات بیشتر گردانیم. این جای کاری است. این بهتر شدن سطح زندگی است. حاضرین گرامی، عملی گردانی سیاست حکومت تاجیکستان آید به تطبیق برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و تکمیل ساختار اداره دولتی، اینچنین همکاری‌های متقابلا سودمند با جامعه جهانی باعث وسعت یافتن جریان سرمایه‌گذاری به اقتصادیات کشور و جلب بیشتر کمک بیرون گردیده است. حالا جهت عملی نمودن هدف‌های استراتژی کشور، تطبیق 63 لایحه مشترک سرمایه‌گذاری با مبلغ عمومی زیاده از 10 میلیارد سامانه ادامه دارد. تنها در دوام سال 2010 جهت تطبیق 27 لایحه نوی سرمایه‌گذاری با سازمان‌های بین‌المللی مالیوی سازشنامه‌ها به امضا رسانیده برای عملی نمودن آنها 2.5 میلیارد سامانه جلب کرده شده است. در طول 10 سال زیاده از 150 لایحه سرمایه‌گذاری با مبلغ 12 میلیارد سامانه و 200 لایحه با جلب سرمایه مستقیم عملی گردیده است. در مجموع برای رشد شهر و ناحیه‌های مملکت در این دوره از حساب بودجه دولتی و دیگر سرچشمه‌ها با مبلغ بیش از 30 میلیارد سامانه کارهای سازندگی و آبادانی به اجرا رسانیده شدند. با مقصد تنظیم روند جلب و استفاده و هم آهنگسازی و مانیتورینگ کمک بیرونه و برطرف نمودن مانع‌های موجوده، اینچنین جهت راه ندادن به سودکنی غیر مقصدناک مبلغ‌ها و تأمین برگزاری باز هم شفاف تندرها در سال 2010 قاعده‌های جلب، استفاده، هم آهنگسازی و مانیتورینگ کمک بیرونه و برگزاری تندرهای خرید در دایره لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری مورد عمل قرار داده شدند. وابسته به این برابران وزارت و اداره‌ها ضرور است که همکاری را با سازمان‌های بین‌المللی مبلغ‌زار در دایره قاعده‌های مذکور برای مانده تمام فعالیت منبع خود را با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی همچون ساختار وکالتدار دولتی در سمت جلب، استفاده، هم آهنگسازی، مانیتورینگ و ارزیابی ثمرناکی استفاده تمام نمودهای کمک بیرونه هم آهنگ سازد. هرچند که ما در تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده ایم، ولی تا هنوز نه همه امکانات‌های موجوده پورا استفاده شدند.
از خودکنی مبلغ‌ها و اجرای چاره‌بینی‌های در دایره تطبیق لایحه‌ها به نقشه گرفته شده نه همه وقت در مهلت‌های معین شده تامین کرده می‌شود. از این رو کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت‌های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، مرکزهای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی وظیفه دارند که اداره کنی مجموع لایحه‌ها را تکمیل داده استفاده ثمرناک و سریع مبلغ‌ها را تامین نمایند. حاضرین گرامی، حالا می‌خواهم توجه شما را به یکی از مسائل مبرم روز جلب نمایم. تشکلیابی بازار استعماری مملکت که با مسئله وضع اقتصادی و اجتماعی کشور علاقمند میباشد، اساساً در زیر تاثیر عامل‌های استحصال محصولات و گردش مال توسط ساحه‌های دخلدار اقتصادیات قرار دارد. تا حال حصه زیاد بازار استعماری مملکت را محصولات وارداتی تشکیل می‌دهد و طبیعی است که بالاروی نرخ محصولات وارداتی به وضع بازار داخلی تأثیر منفی خود را می‌رساند. حکومت مملکت در مسئله معتدل نگاه داشتن سطح تورم چاره‌های دخلدار اندیشیده آنها را منتظم عملی گردانیده ایستاده است. میبد نیست ضرور است که با مقصد در سطح معین نگاه داشتن نرخ مالهای نیاز مردم باید اقتصادی واقعی هرچی بیشتر ترقی داده با استفاده از فیشنگ‌های اقتصادی تنظیم بازار استعماری پرزور کرده شود. علاوه بر این با مقصد تأمین رقابت سالم و استوار نگاه داشتن وضع بازار استعماری در کشور با وزارت رشد اقتصاد و سودا ضرور است که یکجا با وزارت و اداره‌های دخلدار لایحه قانون درباره اساسهای فعالیت سودا و خدمت رسانی معیشی به اهالی را تهیه و به حکومت پیشنهاد نماید. ساحه‌های واقعی اقتصادیات از جمله صنعت منتظم رشد یافته ایستاده‌اند. استحصال محصولات صنعتی در دوام سالهای 1997-2010 هر سال به حساب میانه به اندازه 9% افزایش داشته. همزمان با این در دوام 10 سال اخیر در ساحه صنعت بیش از 90,000 جایهای کاری تأسیس و برقرار کرده شدند. با مقصد تامین رشد منبع ساحه صنعت و افزایش دادن حجم استحصال مال و محصولات قابل رقابت تعیینات استحصالی و تکنیکی و مالهای نیاز مردم، وزارت انرژی و صنعت را ضرور است که جهت دیگرگونسازی ساختار صنعت و قبول برنامه‌های نوی افضلیتناک چاره‌های مؤثر اندیشد. ضرور است که در سالهای نزدیک اقتدارهای نوی صنعتی تشکل داده شده استحصال محصولات قابل رقابت وسیع برآمده شود که با شرایط مناسبت‌های بازاری مطابق و جوابگوی طلبات در داخل کشور و بیرون از آن باشد. در این دوره باید یک مسئله مهم به نظر گرفته شود که با بلند برداشتن قابلیت رقابت محصولات توسط نوسازی جریان تکنولوژی و مجهز گردانیدن استحصالات با دستگاه و تکنولوژی‌های نوترین امکان پذیر می‌باشد. از نوسازی ساختاری صنعت باید در زمینه این پیوستن علم و استحصالات، استفاده تکنولوژی کم مصرف برقی، تشکیل استحصالات به صادرات نگرانیده شده و واردات عوض کننده روانه گردیده برای عملی گردانیدن آن استفاده هرچی پوره ذخیره‌های بای اشیاء خام محلی براه مانده شود. رشد منبع اقتصادیات تاجیکستان از ثمرناک استفاده گردیدن ذخیره‌های بای طبیعی آن و وسعت دادن استحصالات صنعتی وابستگی کلان دارد. این روند اصلاحات جدی قانونگذاری و سیاست تنظیم کنانی را تقاضا دارد، زیرا امروز قانونگذاری عمل کننده مملکت در این سمت و طلبات معاصر پورا جوابگو نمی باشد و باید با در نظر داشت تجربه پیشرفته و حمایه منفعت‌های کشور در ساحه استفاده برای قهر زمین تکمیل داده شود.
اصلاحات مذکور باید برای تشکل نظام نوی اداره کنی ساحه که در آن